وقتتون پر از شادی باشد بینندگان عزیز و همه دوستانی که در این صبح بر وقت بازم در روبروی ما قرار دارند و صحبت من شادی گلخوجه را از آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب میشنوند تماشا میکنند. امروز 10 اپریل و روزی چهارشنبه است. برایتان در این روز برای کار میخواهیم و تشکر میگویم که ما را تماشا میکنید. و چون همیشه نخست نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوای کشور. هوای ما در پراگ ابری پیشگویی شده است. انتظار می رود که روزانه همگی 13 درجه گرم شود. امروز در مسکو باشد نسبت پراگ 1 درجه گرمتر می شود ولی باران می بارد و گرمی در دوام روز 16 درجه را تشکیل خواهد داد. در دوشنبه هوای کم ابر در نظر است. در دوام روز حرارت به 22 درجه می رسد. شبانه بارانی کوتاه مدت پیش بینی گشته است. نعیم جون سمیف عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد. محکومات را بر اساس 3 ماده کودکس جنایی غیر قانونی رساندن، جایگیر کردن و به کار انداختن مواد ترکنده، تعلیم افراطگرایی و شرکت در اتحاد جنایی ایبدار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که اتهام وارد از روی ماده 195 را قسما قبول دارد اما دیگر اتهامات را رد کرده است. حکم را روز 9 اپریل پس درهای بسته در 13 یا بازداشتگاه رقم 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافعه و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه راه ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت‌هایی که او در آن ایبدار می شود معلوم نیست. محکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در 13 رقم 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز دوم مرافعه یعنی روز سه‌شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر شرکت در مرافعه حاضر شده بودند میگویند محکمه پرونده در 2 روز تخمینا 2 ساعت ادامه کرده است. گلرخسار یحیایی و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعه پرونده زیر حمایش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حق سخن گفتن را ندارد. سمیفی 56 ساله سالهای 2008 تا 2012 رئیس دفتر حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوق بود و بعدا رئیس این حزب در شهر اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه میزیست. نعیم جون سمیف آخر ماه نوامبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر شد و بعدا به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه امسال در شبکه یوتیوب یک نواری ویدیوی نشر گشت که در آن سمیف در اتاق نشسته میگفت کسی او را بازداشت نکرده است و او از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظی حقوق تسلیم کرده. چند سازمانی حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدید و مسکو به دوشنبه آورده شده است. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک گفته است تاجیکستان شرکت و تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده. تقریبا تمام ساحه و اشخاصی به طلبات جوابگو امکانی برخورداری از چنین امتیازها را دارند. این در حالی است که مطبوعات و شرکت‌های خصوصی دوام چند سال باز از انتخابی بودن شرکت‌های دارای حق نپرداختن برخی اندازها انتقاد می‌کنند. آنها میگویند در شرایط گرانی اندازها در کشور شرکت‌های نزدیک به حکومت و افراد بلند مقام از سبکی‌های قابل ملاحظه برخوردار می‌شوند. ولی رئیس خدمات گمرک تلاش کرد از تصمیم‌های مقامات حمایت کند و گفت در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات وارد گشته به جمهوری از امتیازهای تعرفه‌ای و اندازی بهره برداشتند. به عبارت دیگر سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1 میلیارد و 954 میلیون دلار در پرداخت باج گمرک انداز از امتیاز برخوردار بودند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک و انداز داده از 2 میلیارد و 600 تومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر می شود که سازمان‌های بین‌المللی و برخی کارشناسان میگویند که روند دادن امتیاز به شرکت‌های علایده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان میگویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علایده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند.
محققان آلمانی در مطلب مشخص کردند که فعلا در سراسر جهان 13 کشور از جانب رهبران اداره می شود که پرزیدنتانش بیش از 18 سال در سر قدرت باقی میمونند. با این فهرست پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان نیز شامل شده است. مؤلف این تحقیقات اینترنتی قرارگاهش در هامبورگ آلمان میگوید اگر ماه مارس از کرسی پرزیدنتی در قزاقستان نورسلطان نظربایف و آغاز اپریل از رهبری الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه استعفا نمیدادند، فهرست درازعمرترین پرزیدنتان در جهان به 15 نفر می رسید. با نوشته این منبع پرزیدنت گوینه اکواتوریالی باسوگو که سال 1979 به سر قدرت آمده بود است درازعمرترین پرزیدنت نامیده شد. بعد رهبران سودان، چاد و ارتریا پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان در مقام نهم قرار گرفته است که به نوشته این وبسایت 26 سال آخر رهبری تاجیکستان می باشد. امالی رحمان که سال 1992 رئیس شورای عالی تاجیکستان شد در انتخابات سال 1994 پرزیدنت کشور انتخاب گردید و از آن زمان تا کنون سر قدرت باقی میماند. در مقام های پایینتر فهرست پرزیدنتان درازم رهبران بلاروس، جمهوری کنگو، جیبوتی و روسیه قرار گرفتند. مؤلف این ردبندی می نویسد که اکثر این رهبران در نتیجه کودتای موفق سر کار آمده قدرت را در دست خود نگه داشتند. 17 رهبر از روی تغییر کانستیتوسیون کشور قدرت را تقویت دادند. خب نگاهی می‌اندازیم به خبرهای جهانی. طبق حساب‌های پیشکی حزب لیکود سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل دست بالا شده با احتمال زیاد ائتلاف حاکم را تأسیس می‌دهد. همین طریق با احتمال زیاد نتانیاهو بار پنجم به مقام سروزیر اسرائیل پذیرفته خواهد شد. سامانه اینترنتی پارلمان اسرائیل نوشته است که بعد حساب 96% رأی‌ها که حزب لیکود و متفقان روزگارای این حزب از 65 تا 67 کرسی پارلمانتی را به احتمال بیشتر اشغال خواهند کرد. پارلمان اسرائیل کنست از 120 کرسی عبارت است. پیش بینی می شود که امروز نتیجه نهایی انتخابات اعلام گردد. سازمان حقوق بشر امنستی اینترنشنال گزارش می دهد که سابق داستان کل ازبکستان رشید جان قادیروف که با اتهام فساد مورد محاکمه قرار گرفته است با تهدید شکنجه روبرو می باشد. روز 8 اپریل امنستی اینترنشنال با عنوان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف نامه فرستاده از رهبری ازبک دعوت نموده است که از شکنجه و بدرفتاری در نسبت قادیروف و 12 متهم دیگر که همراه با داستان سابق محاکمه میشوند جلوگیری نماید. محاکمه قادیروف و همپیمان‌هایش ماه ینور در تاشکند شروع شد. ماه فوریه سال 2018 با اتهام پلستانی، فساد و سوء استفاده از مقام به حبس گرفته شده است. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه حربی شهر دوشنبه 9 سرباز یک قسم نظامی را برای تهمت در حق افسر به مهلت 2 سال شرطاً از آزادی محروم کرده است. 7 سرباز در ارتش هستند و 2 دیگر علاقه خدمت را ادا کردند. حکم روز 8 اپریل صادر شده است. یک منبع در دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه روز 9 اپریل به ذکر نامش به رادیو آزادی گفت سربازان حق بیرون رفتن از کشور ندارند و باید خود را در سرایست اجرای جزای جنایتی ثبت کنند. بررسی پرونده 9 سربازی بتالون حربی کشاورزی روز 4 اپریل در یک مرافعه سیار در حضور بیش از 2000 سرباز قسم نظامی آغاز شده بود. این گروه سربازان علیه یک رهبر قسم نظامی خود برای لطوکوب و رفتار غیر آیین‌آمیز شکایت کرده بودند و بعداً اقرار شدند که این کارشان تهمت بوده است. سربازان قسم حربی 42660 بتالون حربی کشاورزی برای شکایت بر دروغ بر اساس ماده 346 کدکس جنایی محاکمه شدند. این بند کدکس تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند، اما مقامات دادگاه روز 9 اپریل گفتند بنابر صدقاً پشیمان شدند نسبت به آنها جزای سبک دادند. سربازان روز 8 اپریل با لباس نظامی خود به مرافعه حاضر شدند ولی به سوال خبرنگاران پاسخ ندادند. از جمله تا حال موقع آنها روشن نیست که چرا شکایت خود را پس گرفتند، یعنی اعتراف آنها اختیاری بود یا زیر فشار. محمد علی رستمزاده دادرس پرونده روز 5 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود سربازان با هدف به قسم دیگر نظامی فرستادن یک افسر سختگیر به داستان حربی شکایت کردند. رستمزاده گفت وقتی نسبت به افسر
پرونده بود شد در جریان تحقیق سربازان از شکایت خود دست کشیدند. پرونده افسری که سربازان علیه او شکایت کرده بودند قطع شده است و او در مرافعه سربازان باعث جبر دیده اشتراک کرده است. مسئولان دادگاه حربی و حامیان حقوق سربازان از جمله سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی میگویند چنین مرافعه‌ها در تجربه کاری آنها زیاد نیست. باید گفت که در تاجیکستان بدرفتاری با سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این سو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی حداقل 8 حادثه مرگ سربازان در ارتش را ثبت کرده است. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند که مسئله پولکی کردن روی دوشنبه بختر در سال 2022 حل خواهد شد. خاندونگل دوروب و مسئول دفتر مطبوعات وزارت روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت مهلت انجام ساختمان روی دوشنبه بختر تا سال 2022 پیش بینی شده است و تنها بعد انجام ساختمان مسئله پولکی کردن راه دیده می شود. کارهای ساختمانی در مرحله اول انجام یافته است. مرحله دوم جریان دارد. بعد آنکه ساختمان را تمام کردند کمیسیه حکومت میسنجد. اگر یگان نقص پیدا نشد و با معیار پولکی کردن موافقت میکند آن وقت خلاصه خود را میدهند افزود خاندونگل دوروب. و آخر ماه ینور امسال مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بودند که امسال چند راه ماشینگرد از جمله شهرهای دوشنبه بختر پولکی خواهد شد. سهراب میرزویف معاون اول وزیر نقلیات روز 30 ینور در نشست مطبوعاتی گفته بود که خلاصه خود را با حکومت تاجیکستان پیشنهاد میکنیم. احتمال تا آخر امسال و پس از انجام بازسازی راه پولکی می شود. معاون وزیر نقلیات تاکید کرده بود که میان دوشنبه و بختر توسط نوع یوون روی آلترناتیوی وجود دارد و حرکت طریق روی آهن نیز امکان پذیر است. در پی نشر خبرها از پولکی شدن روی دوشنبه بختر این مسئله در شبکه‌های اجتماعی موجود انتقاد زیادی را به بار آورد. برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی از پولکی شدن روی دوشنبه بختر اظهار ناراضگی می‌کردند و برخی این اقدام را به ضرر مردم می‌دانستند. باید گفت که روی دوشنبه بختر از شهرهای مهم تاجیکستان به شما رفته مرکز و جنوب کشور را به هم میپیوندند. هر روز از طریق این راه هزارها ماشین راه میکنند. و بینندگان عزیز چون معمول در پایان صحبت نگاه میاندازیم به قرب اسعار خارجی در بانک های تاجیکستان که از سوی بانک ملی معین شده است. $1 برای امروز با 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو با 10 سومانی و 64 درم و 1000 روبل روسی با 145 سومانی و 70 درم خریده و فروخته می شود. یعنی نسبت به یک روز پیش بیشتر از 1 سومانی قرب روبل روسی بالاتر رفته است. و با امید آن که بینندگان عزیز در صحبت‌های بعدی ما رو همراهی کنید که بعد از تقریبا از 3 ساعت دیگر سرخط خبرهای روز تقدیم شما می شود. برای شما روز خوب می خواهیم. تشکر میگیم که با ما همکاری دارید. برای ما عکس و نوار و خبر میفرستید و همین گونه ما شما رو در برنامه خبری نیز که ساعت 1 با وقت پراگ پخش خواهد شد منتظریم. روز خوب داشته باشید.